سلام دوستان عزیز، روز همت بخیر شادی باشه. درباره نورالله علیف خواستم گپ زنم. خیلی برادر عزیزی ما، دوستی بهترین ما اینه. خیلی دیگه جای گپ نیست. UFC قطعی دانوای تلخ کفشید. انشالله که تاجیک بار اولم که بود در UFC، یکی ما فکر میکنیم که بار اول نیست، با پیش زده و گفتن بگی انشالله که گفتم خدا رحمتی بابام ما تاجیکا دستمون همه کار میویه، همین گوشت و پوستی همین تاجیکی رو زدگی آخه دیگه جای گپ نیست. اور با پیش خداوندی بزرگ بازم خیلی پرچم بردار باشی، هم خیلی سربلند باشی، خداوند یارو مددگار در جای باشی نباشی، سربلند و خونه آباد باشی. ما روزیگه نیم درخشینونی ده سر زمین ده خواستم که یک گپ زنم. اگه ما گپ نزنیم نمیشه برادر، باید ما گپ زنیم، باید ما در بر همدیگر باشیم، بر بر ایستاده، تن به تن ایستاده. تاجیکستان فقط به پیش، همه کسا یک جای، فقط به پیش تاجیکستان به پیش. باید ما همه کسا یک جای باشیم. چی گفتیم برادر؟ کسی که گپی مده هم گپ های تاجیکستان به پیش های کامنتر ده بنویسین. نورالله علیف به پیش، تو چمپیون دنیایی، برای ما بدی هستی و میمونی. هم چمپیون همه چمپیون را ما تبریک میکنم. انا میخوام همه وقت پرچم بردار باشه، سربلند و خوناباد باشین. خداوند یارو مددگارتون روزای بهار همه تا مبارک باشه. اینا برادر کای موده این کم کم بهار شده است. اینا بهار همه تون مبارک باد میگم. زنده و سربلند و خوناباد باشین. اینا مرحمت بیاین. هیچ کی دست مونوی نیکش یکاد میشونیم که اونو درو تماشاتون میبریم یا وقتون خوش میشه. زنده باشه. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن، مرحمت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیوم های آفیسشون مرحمت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های. مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین. واقعی سربلند و خانواد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پول باشد. زنده باشین.